این داداشم اومده و زیر ویدیوی من کامنت گذاشته که چجوری توی CM کلاینت اومدی و کلاس هیرتو این مدلی کردی و توی این ویدیو میخوایم که بریم و آموزشش رو بدیم. در ضمن اگرم که اسکین قبلم نیست، به خاطر اینه که بدلاین رو تازه نصب کردم و هنوز اسکینم رو ست نکردم. بزن بریم سراغ آموزشش. واقعا الان وارد اسکین کلاینت شدیم. ببینیم اینجوری که شما از طریق شیفت سمت راست وارد تنظیمات میشین. توی اینجا میتونید سرچ کنین کلاس هیر میاره. از حالت عادی همینجا هم میتونین پیداش کنین. میرید توی بخش ستینگ. این ستینگیه که من برای اون کلاس هیرم درست کردم. ببینین مدل‌های مختلفی داره، دات، نمیدونم سرکل، ارو، داتو یه چند مدل دیگه هم داره، وانیلا هم داره. ولی شما این مدل کلاسایی رو میذارین، سایزش این و حالا سایزش هرچی دوست داشتین. رنگ و ایناش من مشکی انتخاب کردم، این زیاد مهم نیست و رنگش از این قسمت بود که فکر کنم میتونستیم تغییر بدیم. آره مثلا الان من کروماشی همون RGBش کردم که میتونین از طریق همین CM کلاینت با این تنظیمات یه همچین کلاسه‌ای برای خودتون درست کنین. ولی از نظر من بدلاین خیلی کلاسه‌های بهتری داره. اینجا میتونین که کاستوم کنین، اینجا میتونین مدل‌های خودش رو چیز کنین و حتی میتونین از این بخش بیاین و برای خودتون کلاسه‌ای بسازین مثل یه همچین چیزی و خلاصه بدلاین خیلی بهتر.